سلام و درود. من سلماز جدیری هستم. خیلی خوشحالم که عضوی از خانواده نوبلی ها شدم و خدا رو شکر میکنم که خدا آقای دکتر آزمندیان رو در مسیر راه من قرار داد تا منم یک نوبلی بشم. و جمله زیبای نوبلی ها، نوبل تعالی در همه چی. من چیزی از همه چیز نوبل رو در جلسه اول یاد گرفتم و در ویدیوی 3 دقیقه‌ای میخوام با شما به اشتراک بذارم. بحث جلسه اولمون در رابطه با رویا بود. اینکه خودمون رو باور داشته باشیم و رویای صادقمون رو بسازیم. برای چی؟ برای رسیدن به هدف. اولین قدم رویای صادقه. رویای صادقه چیه؟ رویای صادقه کلمش، جملش، معنیش خیلی مقدسه. تعریف زیبایی که آقای دکتر از نوبل کردم من با تمام وجودم درکش کردم و لذت بردم. اینکه وقتی جهان هستی هنوز خلق نشده بود، خدا بود و خدا رویایی در سر داشت و رویاش رو خلق میکنه و من میشم یکی از رویاهای پروردگار و پروردگار من این قدرت رو قرار میده که من هم رویام رو بسازم و خلقش کنم و خلق کردن این رویاها قوانینی داره. وقتی رویات رو خلق میکنی باید ایمان داشته باشی. وقتی ایمان داشته باشی دنبالش باید اشتیاق سوزان داشته باشی. وقتی این حس در تو به وجود اومد باید شروع کنی به آموزش دیدن در کنار استادان حرفه‌ای. آموزش ببینی، تکرار کنی، تمرین کنی و اینو میدونیم که همه زندگی خلق یک رویاست. رویای تو هرچه بزرگتر باشه جذبش هم بیشتره. اینو فهمیدم، اینو یاد گرفتم که رویا حجم داره، رویا جرم داره. هرچی بزرگتر باشه جذبش هم بیشتره. به نظر من رویا یک شروعه و هدف یک مقصده و ما بین این دوتا مسیر زندگیه، مسیر تجربه ها، مسیر بالا و پایین ها. در این مسیر امکان داره رویای ما بزرگتر بشه. این دلیل نمیشه که هدف ما تغییر کنه. نه، ما به هدفمون میرسیم ولی با عظمت، با شکوه. هرچی رویامون بزرگتر باشه به هدفهای قشنگتری دست پیدا میکنیم. و من این رو از آقای دکتر یاد گرفتم که نباید اهل شعار باشم، باید شعور داشته باشم. شعور من اینو میگه که حتما نباید برای شروع کردن بهترین باشم و برای بهتر شدن باید شروع کنم و خدا رو شکر میکنم که در کنار شما عزیزان هستم و با راهنمایی های استاد عزیزم یک نوبلی قدرتمند میشم.